سلام علیکم بینندگان گرامی، الان ما قرار داریم در شهر طائف. برای چی حاجی‌ها شهر طائف میان؟ گوش کنید بینندگان گرامی. وقتی که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با دعوت مشغول شد و خواست که اهل شهر طائف به اسلام دعوت کنه، خلاص زید یعنی فرزندخوانش گرفت و به شهر طائف آمدند. 3 روز کردن و آمدن به شهر طائف. خلاص در شهر طائف رسیدند و 10 روز با دعوت مشغول شدند. تمامی از گولک معده سرکردگی تا کلان به اسلام دعوت کردن، یگان شخصیت مسلمان نشد. وقتی که 10 روز بود شد، خواستند از شهر طائف بیرون شود. وقتی که بیرون شد، اهل همین شهر طائف مشرکا اونی که مسلمان نبودن، فقط عرخر بدن، چیکار میکردن؟ به زنا مشغول بدن. خلاص مصلحت کردن فرزندهای معدهشون و چی گفتن؟ محمد را سنگسار کنید. چنان جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سنگسار کردن که زید همین قخاس که محکم کردن نتونستن، هم سنگسار کردن. از بجلکی پای جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حتی خون سر کرد. جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از پا افتی و چی گفت پروردگارا، دیگه قوه و قدرت ندارم، یاری دهنده توی، شفاعت کننده توی، الله بزرگ مرا یاری بده، دیگه توان ندارم. خلاص وقتی همین سخنان را طیبه و شیبه که در پیش باغ هوایی همین واقعه رخ داد، در آن باغ ویا عداس میگفتن این شخص کار میکرد که نصرانی بود و به عداس مقدار غذا دادن و یک خوشه انگور. عداس آورد به جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آورد داد که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چیکار کرد؟ 2 دانه همه را گرفت، بسم الله گفت خورد. عداس چی گفت؟ عجیب سخن گفتی، سخن اهل اینجا نیست، این سخن کجا است؟ جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت تو کی هستی؟ من از نینوا هستم، از قبیله حضرت یونس هستی. تو یونس را از کجا میشناسی؟ من به مثل یونس پیغمبر خدا هستم، فرستاده الله بزرگ. خلاص یونس این سخن را شنید و به همراه جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیوست. و طی 2 کوه آمد 6، در طی همون 2 کوه آمد 6 و وحی نازل شد. حضرت جبرائیل با همراهی حضرت میکائیل فرود آمدند و چی گفتند؟ محمد تو امر که ما همین اهل شهر طائف همین 2 کوه را میگیریم، در بالای همین مردم میزنیم، و مثل قوم لوط، قوم ثمود، قوم عاد عذابشو میکنیم. پیغمبر خدا چی گفت؟ نه، شاید از اینها یک بهترین امتها بروید. خلاص آخران مسلمانی که در همین قبیله عرب شدن، همین مردم شهر طائف میباشد. برای همین بینندگان گرامی، وقتی که شهر طائف آمده، از مسجد عباس، از مسجد عداس و از جایی که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ششتگی از اینجا دیدن کنه و از میقات قرن منازل که الان ما در اینجا قرار داریم، از اینجا احرام پوشه و برای حج عمره کنه. الله همه تا نگهبان باشه، زنده و سربلند و خانه آباد باشه.